الو. ببین خوب گوش کن، هر کاری میکنی نذار امیر در باز کنه، باشه؟ نذار اون در لعنتی رو باز کنه. آقا اشتباه گرفتی، مزاحم نشو. کی بود داداش؟ نمیدونم داداش، اشتباه گرفته بود. داداش خودم در رو باز میکنم. امیر داداش طاقت بیار، الان میبرمت بیمارستان. داداش طاقت بیار، نجاتت میدم. باید جلوی اتفاق بگیرم. ببین خوب گوش کن، هر کاری میکنی نذار امیر در رو باز کنه، باشه؟ نذار اون در لعنتی رو باز کنه. آقا دور اتفاق افتاد. امیر عزیزم، امشب قبل از اینکه بابک بیاد بیا پیشم. خودت که میدونی چقدر دوست دارم. باورم نمیشه امیر با زنم به خیانت کرده باشه. وقتش تقاص کارشو پس بده.